سلام بچه ها، چطوری؟ خوبی؟ مرسی، من سلام. خوبم. شما خوبین؟ من عالی هم سلام عالی به خوبم. عالی. همگی دوستان. خیلی خوشحالم که سلام. میبینمتون. منم عالی همینطور عالی همینطور. عالی عالی حالا از خوشحالم سراسر قرار. که دنیا. دلت نیستین. و آقا، من داشتم به این فکر میکنم که چون این جلسه اوله، هر کدوم در حد مثلا دو سه جمله فقط بگیم که کی هستیم و از کجا میایم و اینا، یه بک‌گراندی داده باشیم. مثلا من خودم امیر شهری هستم. 7 ساله که تو آمریکا ساکن هستم. فارغ التحصیل برنامه نویسی هستم توی از دانشگاه لیندنبود توی ایالت میزوری. و کلا الان 7 ساله که آپدیت شدم و کلا تفاوت ها رو میبینم. خیلی هم دوست دارم دیدگاه های مردم، و واسه همین رفتم و با خیلی ها صحبت کردم و سعی کردم که یاد بگیرم و این تفاوت فرهنگ ها رو بیشتر بشناسم. و فکر میکنم توی این 7 سال مخصوصا با این اتفاقایی که توی دنیا افتاده خیلی چیزای جدیدی یاد گرفتم. این در مورد من. حالا گفتم بچه شما خودتونم معرفی کنید که از الان به بعد هر کی هم که گوش میده شناخت بهتری داشته باشه نسبت به من. بفرم. پویان میخوای تو اول؟ خیلی خوب. من پویان علیپورم، لیسانس نرم افزار. امیر حسین 7 سال پیش از پیش ما رفت. از اون موقع دنیا خیلی عوض شده، ایران خیلی بیشتر عوض شده و فکر میکنم که امروز یه بحث خیلی خوبی راجع به این اتفاقایی چند وقت اخیر خواهیم داشت. خیلی مالی. آه، آیلیاس عرفان شما. آقا شما میگی یا من بگم فرقی نداره. خواهش میکنم، من دیگه آخرم دیگه. ادب باشه کوچیک. آقا شما اولی آخری اول میشن. من عرفانم رنجبری، لیسانس مهندسی پزشکی علوم تحقیقات، دانشجو فوق لیسانس اسپورت ساینس مونستر آلمان. 2 سال ترکیه زندگی کردم. الان تقریبا 1 سال و نیم آلمانم. من 4 سال پیش از ایران رفتم تقریبا. یک 2020 رفتم ترکیه. اونجا 2 سال اونجا بودم. اونجا مسیحی شدم و از ترکیه کلا دنیا واسه من از اون 4 سال خیلی یهو دنیا مصادفم بود تقریبا با شروع شدن کرونا و داستانایی که تو اون زمان اتفاق افتاد و یهو کلا دنیای من عوض شد و دیدم و این داستانایی که اتفاق افتاده. مخلص. خیلی مالی. خب منم الیاس هستم، الیاس موسا. لیسانس آیتی، فوق لیسانس آیتی مدیر سیستم اطلاعاتی هم دانشگاه علوم تحقیقات با ارفان یه جا بودیم. البته هم با توافق داریم دیگه. آره. من ورودی 91 بودم. بعد خدمتتون عرض شود که کارم زمین ساختمونه، ربطی به رشتم نداره. به خاطر شرایط ایران معمولا باید کاری رو انجام بدی که بتونی پولی از توش در بیاد. یعنی دنبال علاقت بری معمولا پولی از توش در نمیاد. البته خب علاقم زمین کامپیوتر هست، الان طراحی سایت انجام میدم، ولی نه به عنوان منبع درآمد. دیگه خدمتتون عرض شود علاقه به فلسفه دارم، به کیهانشناسی علاقه دارم، مطالعه میکنم و دوست دارم که بحثایی تو این زمینه هم داشته باشیم و حالا همین فعلا. و خیلی هم عالی. بچه ها خیلی خوب و جامع معرفی کردن. و از نظر من این خیلی خوبه که یعنی یک پریویلیجی هست اینجا که بچه ها از رشته های مختلف، از کشور مختلف داریم با هم دیگه صحبت میکنیم. قطعا تجربیاتی که داریم خیلی میتونه کمک بکنه که بحث ما یک بحث خاصتری باشه نسبت به بحث روتینی که شاید مثلا چند تا رفیق با هم دیگه مثلا توی کافه با هم دیگه انجام بدن. و فکر میکنم سنم خیلی تاثیر داره. من خودم احساس میکنم که فقط بحث تجربه نیستش، که بحث اینه که تو توی یه سنی آمادگی پذیرش اون تجربه رو داشته باشی یا نه. خیلی اتفاقا میفته توی جوانی، ولی مثلا آدم که واسه سن 17 18 سالشه
خیلی جدی نمیگیرتشون تا الان و فکر میکنم الان من میتونم بگم که تو سنی هستیم که بتونیم نگرش جدی تری نسبت به وقایع اطراف داشته باشیم. خب این جلسه بنابراین شد که ما در مورد استرس صحبت کنیم. نمیخوام خیلی ببریمش علمیش بکنیم، چون این نظر خود شخصی منه که اگه میخواستیم علمی صحبت کنیم خب میرفتیم اینترنت سرچ میکردیم. بیشتر اون تجربه و طرز تفکر ما، نگرش ما نسبت به مقوله استرسه. من داشتم این فکر میکردم چون ما برنامه‌مون هم 1 ساعت هست، خیلی کوتاه، مثلا در حد 2 دقیقه هر کدوم از ما تعریفش رو از استرس بگه و بعد بگه که با توجه به تجربی که داره چی فهمیده از استرس. مثلا به عنوان مثال خود من، چیزی که من میتونم در موردش صحبت بکنم اینه که چجوری خارجی ها استرس رو هندل میکنن، اونا به چی میگن استرس، به چی نمیگن، بعد مقایسهش بکنم با تعریفی که ما از استرس داشتیم تو ایران. و همینجوری میریم مثلا هر کسی به مدتی که فکر میکنه لازمه صحبت میکنه که بعدش میریم سر بعدش بحث رو شروع میکنیم که حالا چی کار بکنیم با این استرس. اگه اجازه بدید من اول شروع بکنم. ببینید استرس، گفتم نمیخوام وارد تعریف علمیش بشم، یه چیز واجبه، یه چیز لازمه. یعنی از قبل چه میدونم انسان‌های اولیه اگه استرس نداشت تو بدنشون میمردن، این هورمون استرس ترشون نمیشد میمردن، چون با اون استرسی که میگیری آدرنالین میده بهت و یک سری چیزا رو کم و زیاد میکنه هورمون. مثلا یه هورمون خستگی رو کم میکنه، چون میتونی شب امتحان طرف داره درس میخونه خستگی رو حس نمیکنه، بخاطر اون استرس هست. چون اگه خستگی حس کنی خب میخوابی. اون قدیم اگه مثلا خستگی رو حس میکردن خب شکار میشدن توسط یه مثلا چه میدونم موجود درنده، مثلا خرسی، مثلا چه میدونم شیری و این حرفا. باید اون استرس یه چیزایی رو به مدت خیلی موقت کم میکرد که تو میتونستی مثلا اثری که قهوه داره بتونی بلند شی و مثلا بری. واسه همین خوب بود همیشه استرس که باعث میشد هوشیاریت نسبت به محیط اطرافت بیشتر بشه توی شرایط خاص، توی شرایط بحرانی. مشکل مثلا واسه زندگی خود شخصی عرض میکنم توی ایران این بودش که ما دائم الاسترسیم. استرس خوبه، لازمه، ولی یک جاهایی شب امتحانی، موقع خواستگاری، سربازی کجا افتادنیم، که میدونم مسابقه المپیکی، با 24 ما استرسیم. من استرس اینو دارم رفتم دستشویی یهو چراغو خاموش نکرده باشم، مثلا بابام بهم گیر نده بگه چرا روشنه، مثلا وقتی از دستشویی من تا اینجا هم تو باید استرس داشته باشی. یا مثلا میخوای بری یه جای خرید بکنی، استرس اینو داشته باشی اگه من اینو خریدم بعد اجاره فلانجا رو از کجا بیارم. هر چیز کوچیکی که اصلا شاید فکر مثلا تو آمریکا اصلا بهش فکر نمی‌کنم به عنوان اینکه آقا این پاسیبیلیتی استرسه، ما استرسشو داشتیم و این میشه که طرف میگن با استرس داره زندگی میکنه. این هورمون مخرب میشه، سرطان زا میشه، زندگی رو مختل میکنه. چون دائمه. بکن همیشه تو قهوه بخوری، قهوه قشنگیش اینه که 1 2 تا 3 تا مثلا توی روز بخوری، ولی اگه تو هر روز 20 تا قهوه بخوری خب میمیری. هر چیزی زیادش آدمو میکشه. واسه همین الان تعریفی که توی ایران از استرس ما داریم همیشه یه چیز بدیه، یه چیزیه که مثلا استرس خیلی چیز بد، ازش دوری کن. دلیلش اینه که چون همیشگیه. ولی توی آمریکا استرس رو یه چیز خوب میبینن. استرس یه چیزیه که یه جورایی تو رو میندازه جلوتر، به خود مثلا به تو آدرنالین میبره بالا. اما دلیل اینکه خارجی مثلا آمریکایی‌ها، من حالا کشور دیگه نبودم نمیتونم صحبت کنم، بچه‌ها بودن، بچه میتونن تجربیاتشون بگن، ولی تو آمریکا چون استرس موقته من میبینم که استقبال میکنه. آره من استرس دارم، هیجان دارم، میخوام برم، یعنی اون نگاه منفی که ما داریم رو ندارم، چون زندگیشون رو ثبات اکثرا. یه موقع‌های استرس دارن که لازمه. واسه همین واسه اونا سازنده است، واسه ما دیستراکتیو. این
تعریف من از استرس بود و اینکه تفاوتی که آمریکایی‌ها نسبت به ایرانی‌ها ببین دارن در شرایطش. حتی با اجازه بچه ها آیلیاس شما میتونی نوبت تو صحبت کنی. نظر من استرس زمانی که یک حس موقته، زمانی که طولانی و اون چیزی که آسیب زننده است اضطرابه. استرس حالا تو گفتی تو ایران ما همه داریم. به نظر من زمانی ایجاد میشه که از یک موقعیتی که ما نمیدونیم چه اتفاقی قراره بیفته احساس ترس میکنیم. یعنی ترس از ندونسته ها یا نتایجی که معلوم نیست چیه. تو ایران چون ما حالا ایران یا هر کشوری، کاری مثلا به ایران اصلا ندارم، چون ما نتیجه کارمون معلوم نیستش، قیمت دلار معلوم نیستش، نمیدونم آینده مشخص نیستش، ما یه جور ترس از داریم. این ترس از آینده یک استرس. وگرنه اون چیزی که تو میگی یه جوری که تو میگی کشور دیگه، یه اشتیاقه. تو وقت میخوای یه کاری رو انجام بدی اون پشن تو ایجاد میشه، یعنی اشتیاق داری یه کار رو انجام بدی. ولی تو حالا ایران یا یه سری کشورهایی که وضعیت این مدلی دارن، ما آیندهمون دست خودمون نیست. کاری که میکنیم نمیدونیم در نهایت به چی نتیجهش چی میشه. سرمایه گذاری میکنیم نمیدونیم چه اتفاقی قراره بیفته. روی این حساب فکر میکنم که یه چیزیه که تبدیل به اضطراب شده. یعنی تمام ایرانی‌ها این اضطراب رو دارن. حالا اینکه باید چی کار کرد دیگه، باید صحبت کنیم ببینیم به کجا میره. خیلی عالی. عرفان تو دستتو بردی بالا، تو می‌خواستی؟ آره من دستمو بذار چیز کنم ما بیارم. چجوری دستمون میتونیم ببریم بالا آقا؟ اینا آقا سوال من خوبیه. دستمو من نآوردم بالا، نفهمیدم چجوری. آخرین باری که من استفاده کردم موقعی قسمت که ریاکشن رو که دانشگاه. میزنی گزینه داره که چیزات ریاکشن رو میزنی ریز هم داره، میزنی اوکی. بعد دوباره لور هم میزنی. اصلا من نمیدونم کجاست این که خب. آره من دقیقا الیاس نکته خیلی قشنگی رو گفت. اون استرس، استراب، حالا استرس، انگزایتی یا حالا فارسیش یا انگلیسیش هر چیزی که بخوایم بریم تو اون فاز اون حالت منفیش بیشتر، یه ترس از ندونستایی هستش که اما حال میشه یه بعد. خب این حاله چون ما یه انسانیم دیگه در حال یعنی از همون دیگه به قول امیرحسین زیاد علمیش هم نمی کنیم، همه دیگه این روزا میدونن و میخونیم و هستش فلان. دیگه از بچگی در حال تکامل و روانشناسا چی میگن این همه میدونن دیگه، دکتر هولاکویی همه شنیدن، حتی با پدر من که شنیده بلده حرفش. ما توی پروسه چون هستیم اون گذشته تأثیر میذاره روی اون فکری که رو آینده میکنیم. و چون تو ایران در واقع یه جوری میشه تعریف هویت، ما در اصل هویت تعریفش میاد اون باوری که داریم، باوری که هست، بلیف به اضافه اون تکرار، به اضافه اون رپیتیشنی که اتفاق میفته. و ما وقتی تو ایران داریم زندگی میکنیم باورت یه جوری میشه که خب 20 سال قیمت دلار معلوم نیست چی میشه، مثلا از بچگیت همیشه داستانای اینطوری. خب بعد تو همیشه خب این باعث میشه که فکر تو ناخودآگاه تو یه حس منفی داشته باشی از اون ور به تصمیمایی که میخوای راجع به آیندت بگیری. اون استراب و احساس تو اون لحظه حال که میخوای وقت آیندت هم بهش فکر کنی هست. بعد خب این تو هر اقدامی بخوای بکنی، هر کاری که بخوای بکنی که یه ریزالتی بگیری، چون همیشه یه ریزالت منفی گرفتی از گذشته، بعد حالا میخوای اون یه کار دیگه ای بکنی، اولین چیزی که یادت میاد ناخودآگاه ذهنت میگه یادت اونطوری شد، داستان شد فلان، بعد نمیکنی. همش یعنی توی لوپ ناقصی. ما حالا نمیگم ما ایرانی‌ها، ولی اکثر مردمی که از خاورمیانه یا جهان سوم میایم تو این لوپ معیوب هستیم و افتادیم به خاطر داستانایی که هست. به قول همین مثلا آمریکایی و آلمانی‌ها رو شما می‌بینی اصلا شب امتحان هم استرس خیلی نمیگیرتش، اوکیه، چیله، کاراشو کرده. حرف میزنی باش یه بحثی دوست نداشته باشه میگه آقا بحث میشه عوض کنین، من با این بحث اصلا لذت نمیبرم، بریم بحث بعدی. میگی آقا اوکی، چون این تو اون خانواده، تو اون پروسه‌ای که اومده بالا. و اینی که ما حالا چطوری بتونیم اینو تغییرش بدیم، این اونجایی که میشه به نظر من که بعد حالا صحبت کنیم، بریم ببینیم چیکار میشه. خیلی هم عالی. آقا پویان. خب خیلی خوب.
من اینجوری فکر میکنم که استرس میشه فشار عوامل بیرونی روی چیزایی که آدم برنامه ریزی نکرده تو زندگیش یا قابل برنامه ریزی نیست. یعنی چی؟ مثلا توی ایران مثال اقتصادیش خیلی بولده. الان الیاس گفت، عرفانم گفتش، آقا مثلا قیمت دلار، نمیدونم بعد سیاسیشه، ای بابا ما همش در معرض جنگ. میدونی یه سری عواملی که ما نمیتونیم کنترلشون بکنیم و چون از حیطه کنترل آدم خارجه و بلد نیست چجوری باهاش رفتار کنه یا کنار بیاد، باعث اون استرابه و ترسا و اون به قول معروف چینی که بعدش راه میفته میشه. حالا من خودم شخصا اینجوریم که سعی کردم استرس رو همیشه خنثی بکنم. به چه دلیل؟ به اینکه چیزی که روش کنترل ندارم، خب کنترل ندارم. قیمت دلاری که مثلا شما میگید آقا این باعث استرس و استرابه، چیکار میخوای بکنیش؟ اون استرس تو رو از خیلی از کارهای دیگه اصلا مغزتو میبنده، نمیذاره جلو بری، نمیذاره حرکت بکنی، نمیذاره فکر بکنی، این جلوشو میگیره. پس بهتره که باهاش یاد بگیریم کنار بیایم. حالا به نظر من آدم باید خیلی کارهای دیگه بکنه، رفتارهای خودشو تغییر بده، نوع نگاه جهان بینیشو عوض بکنه تا بتونه برای استرس یکم، میدونی، اون فضا رو کم بکنه، نذاره خیلی وارد زندگیش بشه. اگه این کار رو بکنید به نظر برنده اید. مثلا تو قضیه ازدواج، من فکر کنم آخرین نفری هم که تو ایران ازدواج کردم با این شرایط سخت و دلار و نمیدونم قیمت ها و بعد فشار خیلی سنگین بود. مثلا یه مثال کوچیکش رو بخوام براتون بزنم، ما می‌خواستیم یخچال بگیریم، بعد ما رفتیم مثلا امین حضور رو گفتیم آقا مثلا ما یخچال مابر رو می‌خوایم. گفتن که خیلی خوب آقا این 68 میلیون. گفتم که مثلا من یه 4 5 تومانی الان کم دارم، برم مثلا 3 4 روز دیگه بازاری کم کار بکنه و بیام بخرمش. آقا من بگم هفته بعد رفتم این شد 97 میلیون. میدونی چی میگم؟ یعنی توی یه هفته تو اون ارزش پولت نصف شده، یعنی داغون شدی تقریبا. ولی خب به هر حال دنبال جایگزین گشتیم و تو یه روز واقعا هندلش کردیم، یه چیز دیگه گرفتیم، الانم ازش راضییم، داریم زندگیمون میکنیم. شاید اون اصلیه نبود ولی که تونستیم یه جوری رفعش بکنیم. پس ما یاد گرفتیم که چجوری با این استرس برخورد بکنیم که به همون فشار نیاره، نذاره بقیه کارامون خراب بشه. این حالا نظر منه با این مثال قابل لمس تو ایران. آقا من میگم شما هر چقدر تلاش کنی بتونی استرس رو یا اضطراب رو انکارش کنی، ولی تو پس زمینه ذهنت هستش. یعنی اضطراب چیزی که درکش نمی‌کنی. یعنی میگه آقا من الان استراب دارم، مثلا حالم خوب نیست. استرابی ترسیه از بچگی ما تو پس ذهنمون وجود داره. حالا ما تو اها. هر مرحله از زندگی هر چقدر ما خودمون کار کنیم، حالا ما کار نمی‌کنیم، مثلا میگیم آقا من نمیدونم خودمو میزنم به اون راه، یه جوری رو خودتو میزنی به اون راه. من خودم اینجوری فکر می‌کنم. ولی استراب همیشه هستش. یعنی تو یه سری مقاطع زندگی می‌بینی که یه ترسی اومد سراغت، بعد میگی که مثلا من که آدم ریلکسی بودم، من که مثلا اینجوری بودم، آدم قوی بودم، ولی از بچگی اینو تو نهاد ما فرو کردن. یعنی از زمان اها. دبستان اون مشقی که اون میدادن، صبح معلم میومد با خطش بالاتر اون با میگفت مثلا آقا چرا مثلا دیکتاتو ننوشتی، چرا این کارو کردی، از اون موقع شروع شد تا کنکور. اون استرسی که سر کنکور به ما دادن ما رو پیر کرد. حالا ما هر چقدر هم تلاش کنیم باید این کارو بکنیم، ولی به نظرم ما خیلی عقب‌تر از کسی هستیم که خارج از ایران دارن خارج از ایران زندگی کرد. این بود متوجه شدن. یه نکته من بگم. تا قبل از اینکه تو وارد دانشگاه بشی، من فکر کنم این عامل توسط خانواده به وجود میاد. خب بعد مخصوصا اینکه اگه تو بچه اول باشی، و من نمیدونم شما بچه چند دوید، ولی که بچه اول بچه اینو دوم به شدت لمس میکنن. چرا؟ چون هم چوب حالا بی تجربگی پدر مادر رو میخورن، هم یه سری مسائل دیگه داخل. نکته اینه که تا 18 سالگی تو میری مدرسه، دقیقا این استرس ها باهات. حالا من نمیدونم چرا برای من اینجوری نبوده، یا من خیلی دایورت بودم همیشه همه مسائل رو، هرچی که ازم میکرده سعی میکردم دور کنم از خودم، یا حالا چی. ولی که بعد از اون که تو وارد بازار کار میشی، وارد شغلت میشی، وارد این که آقا تو یه درآمدی داری میخوای مستقل بشی، اون استرس باهاته. منتهای مراتب اگه اون استرس بخواد بهت حجمه بیاره، میشی آدمی که تو خونه است و
خب من فلان کارو نکنم که یه وقت فلان اتفاق پیش نیاد، من نرم بود رو هم مبادا پام بشکنه. خب تو باید یه جایی خودتو بزنی به اون آبه، بزنی به اون آبه بهتر از این که نزنی. من اینجوری 100% نگاه میکنم. از زندگیش میمونه. خب من الان دیگه خب این بحث اول بودش که همه تعریفامون رو از استرس کردیم و حالا الان دنبال راهکاراش هستیم که خب پویان خیلی اشاره جالبی داشت به این که خب اگه اون چیزی که نمیتونی عوض کنی و بذار کنار، فوکست باشه روی اون چیزی که میتونی عوض کنی. و الیاس هم خب گفتش که بعضی چیزها رو نمیشه عوض کرد و این دیگه یه جورایی رفته توی خونه ما. من میخوام بگم هر جفت شما دارید درست میگید از زاویه متفاوت. ببین مثلا من توی خانواده فوق‌العاده استرسی بودم، خیلی، یعنی دیگه تقریبا از زندگی خسته شده بود. گفتم کی میشه من بمیرم، و اینکه هر کاری که میکردم باید فکر میکردم که این چه پیامدی میتونه واسه من داشته. اصلا نمیتونستم زندگی بکنم. به یه جایی رسید بنبست، برم سربازی یه داستانه، نرم یه سربازی، برم دانشگاه نرم دانشگاه، این کارو بکنم اون کارو بکنم. دیگه خسته شده بودم، اینقدر باید خودم رو به دیگران اثبات میکردم، حتی به نزدیکترین کسای خانواده که بشه مثلا پدر مادر. و دیگه گفتم من بیخیال شدم. یعنی حتی یه زمانی هم که خود توی خاورمیانه اتفاقای افتاده بود، خیلی‌ها داشتن میرفتن وارد جنگ و اینا، من گفتم فقط برم خلاص شم، برم جنگ ولی اینجا نباشم. اینقدر از آیدنتیتی خودم متنفر شده بودم، چون اصلا کاری نمیشد کرد. و واسه یکی از دلایلی که من رفتم آمریکا همین، گفتم که آقا جامعه خیلی استرسیه، یعنی اصلا نمیذاره تو متمرکز بشی رو کارت، و تو بخوای یه کار انجام بدی باید برای 100 نفر فکر کنی که چیکار بکنم، به این چی بگم به اون چی بگم. اینا خواستم یه جورایی راه در رو بود. چند تا نکته اینه که اولش که یه چیزایی رو ما نمیتونیم عوض بکنیم، خب، اما دلیل بر نمیشه که ما اون چیزی که نمیتونی عوضش بکنی مثل آب، بروسلی هم میگه دیگه. ببین آب وقتی میره میخوره به یه سنگ متوقف نمیشه، از کنار سنگ رد میشه. یعنی ما قیمت دلار رو نمیتونیم عوض بکنیم. چجوری میتونیم از کنارش رد بشیم؟ درآمدمون رو دلار بکنیم یا درآمدمون رو درهم بکنیم، بریم یه جای کار بکنیم که بتونیم باهاش درست بکنیم. اگه نمیتونم قیمت دلار رو بیارم پایین، حداقل یه کاری کنم که قیمت دلار رو من تاثیر نذاره مثلا. و از اون طرفم که الیاس گفت، من احساس میکنم که استرس و استراب، ببین الیاس یه سری مشکلاتی هستش که ما میدونیم هم چه اتفاقی میفته ولی باز ترسشو داریم. ببین مثلا تو نمره کم میآوردی میرفتی خونه، میدونستی بابا استرس اینو نداشتی که نمیدونم چی میخواد بگه، میدونستی چی میخواد بگه ولی باز ترسشو داشتی. خیلی از استرسایی که ما الان داریم میدونیم چه اتفاقی میخواد بیفته ولی باز ترسشو داریم، چون بالاخره میخواد اون اتفاق بیفته و ما دوست نداره. و از نظر من برای ایران رو دارم میگم، بهترین راه برای حل استرس، این استرس یه مشکل فرهنگی، یه مشکل دست جمعیه، مشکل شخصی نیستش که هر کس از ما باید فرهنگ رو عوض بکنیم. ما یادم بچه که بودیم اصلا نماز نخونی خدای بزرگ، چه گناهی کردم در پیشگاه تو که بچه‌م نماز نمیخونه. تا الان این مشکل حل شده، نسل جدید اون مشکل رو نداره که ما داشتیم. ما فهمیدیم که آقا دین یه چیز شخصیه و طرف خودش تصمیم بگیره. و همینطور تو همه مسائل، تو مسائل تحصیلی، تو اقتصادی و اینا، ما باید یه مقدار روی مغز جامعه قشر قدیمی تر کار بکنیم که اون فشار، چون ایران حکومت سلسله مراتبیه، همیشه دستور از بالا میاد، باید اون بالاتر بشکنیم. این حالا بزرگ فامیل خانواده است، جامعه است، که بتونیم اون آزادی رو بگیریم، در گروی اون آزادی که من بتونم برای خودم فکر کنم استقلال داشته باشم. اون استرس میره. علت این که تو آمریکا استرس نیست برای اینکه استقلال هست. هر کاری بکنی پیامدش با خودته. خواهی بری این بیزنس رو انجام بدی، برو بده، اما وقتی پولو باختی نمیای اینجا گریه کنی ها، نمیگی تو رو خدا بدبختم. مثلا توی خارج اینکه آقا تو رو خدا بدبختم، یه ماه دیگه بهم وقت بده، اسباب اساسی همون نریز تو خیابون نداریم.
فردا روزی که پولو ندی اسباب اساسیت وسط خیابونه، تو انتخاب کردی، فریدامشو داری، استرسشو نداری، چون که خودت انتخاب کردی، کسی بهت نمیگه نکن این کارو، ولی وقتی کردی پاش وای میسی. اما متاسفانه تو ایران جوریه که یه کاری انجام میدی، به 100 نفر بعد جواب پس بدی، بعدش هم که نشه سری شونه خالی میکنی. توی آمریکا همچین چیزی نیست، همه مسئولیت کاری که میکنه به گردن میگیرن، از اون طرف آزادی شده. نه نظر من مشکل بیشتر فرهنگیه. حالا فکر کنم بچه‌ها می‌خواستن چیزی رو اضافه کنم. ببین هم تو فرهنگمون هست هم تو سیاستمون هست. مثلا دیدی از یه رئیس جمهور یا یه مقام میپرسن آقا چرا فلان چیز خراب شد، میگه که تقصیر مثلا فلان وزیر من بود، تقصیر مثلا فلان کسایی بود. یعنی اولین چیزی که تو مدیریت به نفر یاد میدن اینه که میگن مسئولیت تفویض، اختیار تفویض میشه، مسئولیت تفویض نمیشه. یعنی تو اختیار انجام کاری رو به زیر دستت میدی ولی مسئولیتش با توه. رئیس جمهور وقتی مثلا فلان وزارت خونه تر میزنه نباید بیاد بگه رئیس فلان وزارت خونه مسئولیتش با اونه، تو رئیس جمهوری، فقط اون اختیار داری. یعنی سیاستمون، یعنی علاوه بر فرهنگمون تو سیاستمون هم هستش. این چیزو باید همه باید یاد بگیرن. اون انجام نمیده، مردم دارن میبینن که دولت چیکار میکنه، میگن خب ببینید تو این داستان تفویض مسئولیت و اختیار یه چیزیه که اگه مثلا یه کسی که ادعای مثلا دکترای مدیریتش هم میشه، در حد اینکه طرف رفته باشه ترم اول مدیریت نشسته باشه، اولین چیزی که تو بهش مدیریت میگن این داستانه. ولی خب متاسفانه مدیرایی که کشور ما دارن فعالیت میکنن در حد یک دانشجو لیسانسه که هیچی، در حد یک ترم اولی یا یک کسی که مدیریت در اون حدم بدونه اطلاعات نداره. و همون چیزی هستش که خب نهادینه شده توی تمام لیولای مختلف کشور ما و توی فرهنگمون هم وجود داره. پس همینه که حالا در پیرو حرفایی که تو زدی وقتی یه چیزی میگن که آقا تو فلان کارو کن، دونه خالی میکنه، چون این چیز از خانواده‌اش یاد گرفته، خانواده از رسانه‌ها یاد گرفته. این داستان هستش. بفرمایید. عرفان چون درسته، دقیقا همینه. من یه داستانی که هست، اون قسمت از جهان هستی دنیا خیلی شبیه به هم. من 2 سال ترکیه زندگی کردم. خب شبیه قشنگ یعنی ایرانیه که فقط یه سری آزادی‌های مدنی رو دارن و شما مثلا فقط خیلی دیگه به یه سری گیر نمیدن، ولی دقیقا سیستم همونه. و کلا من تو اونجا که بودم با یه قشری از ایرانی‌ها آشنا شدم که اینا چندین سال بود اونجا در حالت پناهندگی بودن، رفته بودن که UN اعلام پناهندگی، مثلا فکر کن طرف 48 سالگی رفته بود ترکیه، UN اعلام پناهندگی کرده بود که مثلا کاراش درست شه بره آمریکا، بعد 12 سال 13 سال منتظر مونده هنوز نوبتش نشده. گفته بودی من اینو یادم. آره یعنی تو یارو 48 سالش بود الان 60 سالشه و این هر روز گفته من فردا میرم 6 ماه دیگه میرم، بعد دیگه الان دیگه میگه حالا من چیکار کنم. نه مثلا آدم 30 ساله هم بوده، نمیخوام یه آدم به خصوصی رو بگم، منظورم فقط یه آدم یه قشر خاصی نیست، منظورم اینه که هر کدوممون، هر کدوم از آدما با توجه به داستانا و شرایطی که توش قرار میگیرن و تجربه کردن، اون استرس و اون داستانایی که داره یه جوری واسهشون معنی میشه بالاخره دیگه. ماهی که اون قسمت از دنیا میایم، حالا یه جای گیر میکنی یا یه سنی به پستت میخوره میبینی یا از بچگی روزگار بهت نشون میده و تو این لوپ معیوب آخرش میفتی. یعنی همیشه یه کارایی اتفاق افتاده یا از طرف خودت یا از طرف اطرافیانت که یه نتیجه گرفتی که تش شده این استرسه که تو نمیدونی قدم بعدی رو برداری به چی برداری، یا تش اصلا بگی آقا حالا چیکار بکنیم. خیلی از آدما هستن در واقع تو همین قدمی موندن که آقا قدم بعدی رو برداری یا نه. طرفی ازدواجی کرده ناموفق بوده الان تو سن مثلا 35 6 سالگی نمیدونه بعد چیکار کنه، یا یه مهاجرتی کرده که اصلا سرش یه جوری به سنگ خورده که قدم بعدی زندگیشو واقعا توش و تو باهاش صحبت می‌کنی، وقتی هم باهاش صحبت می‌کنی میترسه، یعنی بیشتر استرسی میشه تو وقتی هم باهاش حرف بزنی و این استرس هر چی میره بالاتر اون ریزالت کارت مسلما بدتر میشه. یعنی من چون بالاخره این داره ضبط میشه خیلی مشکلات هم هستن که خیلی میبینی، یعنی طرف توی مشکلیه که از نون فرداش بیخبره واقعا. تو نمیتونی بیای الان به این بگی که آقا حالا بربری نخر میری نمیدونم یه سیب زمینی میخوری،
یارو میگه نه این پس برای سیب زمینی هم گیرم نمیاد من مرغ میخوردم تو 2 سال پیش، الان رسیدم به نونه. بعدش چی؟ حالا الان میخوام من چی بگی؟ بعد تو به این از هر چی، از هر صحبتی کنی انگیزشی، نمیدونم اموشنالی، هر چی باوری. توی مملکتی هم هستیم که حرف از باورم بخوای بزنی میگی آقا جمع کن برو بابا، خدا کیه؟ تو کی داری حرف بزنی؟ به چی باور داشته باشه؟ و تو وقتی تو این دنیا خودت اون وقت تنها ترم حس میکنی، این احساس منفی من باز بیشتر میشه. یعنی هی تو این لوپ منفیه میفتی، میری. فیلم برادران لیلا به نظر من یکی از قشنگی ترین نمونه هم دیدیم یا نه، قشنگی ترین من آینه دیدم. های من جامعه ندیدم. ایران بود. یعنی قشنگ به ما نشون داد که دارک ترینش رو به تو نشون داد که یه دختر به یه جایی میرسه که دختر که عاشق پدرشه دست رو پدرش بلند کنه. یعنی میگه به اینجا میتونه برسونه. بعد تا حالا وقت میخواد، بعد میگه من از دست دادن چیزی هم که دوستش دارم میترسم، چون یه عمر از دست دادم، چون یه عمر نشستم و دیدم از دست دادم، حالا چیکارش کنم؟ و چون این یه همچین داستانا فرهنگا از قدیمتر، به قول امیرحسین، حالا هرچی بری تو فرهنگمون با پدر بزرگا بیشتر داستانا رو میخونی و اینا، میبینی بیشتر این قضیه تو گوشت و پوست و استخونمون هست. و حقیقت یه موضوعیه که یکم پیچیده است، بخوایم واردش یکم گستردش کنیم، بحثش بدیم و اینا، یکم پیچیده میشه و راهکار خیلی چیزی نمیتونیم به نظر من بهش بدیم که بگیم آقا مثلا اینطوری کن اونطوری کن یا اینطوری کن، یا آقا مثلا چند تا راهکار، 10 تا راهکار. یه سری چیزا هست، مثلا هم نفس عمیق بکش، حالا باشه واسه یه خبر بعدی که شنیدیم میتونی حالا مثلا 2 تا نفس عمیق بکشی، یا مثلا میگن تو مثلا بادی پوزیشنت مثلا مهم، اینطوری بکنی یا مثلا فلان کنی فلان میشه. کریستیانو قبل کاشتاش این کارو میکنه، مثلا پنالتی باشه، ولی اون واسه مثلا یه پنالتیه که یارو توی استادیوم گیره، نه واسه زندگیش که رو هواست. و اینو یکم راه حل بخوایم راجبش پیدا کنیم، خوشحال میشم یکم صحبت کنیم مثلا چطوری میتونیم که مایی که انقدر جامعهمون به یه سطح دارکی اینطوری رفته که نمیدونیم چی بگیم، مشکلات اینطوریه، مثلا چیکار میشه که واقعا بگی آقا یه زمان میگفتی آقا جمع کن برو، به قول اون یارو میگفت هر کی ناراحته جمع کنه بره، الان میگی داش الان جمعم نمیکنه نمیتونم بکنم برم، یه کاری کردی با من که جمعم نمیتونم بکنم برم، چیکار کنم دیگه؟ یکم نمیدونم، هر کسی شاید بعد بگیم آقا هر کسی خودش بره خودشو بیشتر بشناسه، ببینه مثلا چاله های زندگیش، اون عقده هایی که تو بچگیش، میبینی چی میگم، تو گره های زندگیش داره پیدا کنه، ریفلکشن داشته باشه. یا چطوری میتونیم کمک هم کنیم، به نظر من بیشتر اینکه حالا همو درک کنیم، بدونیم که اگه جامعه میام که وضعیتمون اینه. حالا الان هممون ایرانیا اینیم، حداقل دیگه. ترک‌ها یه خصوصیت ویژگی خوبی که دارن اینو داره، یارو ترکیه واسش ترکیه همین، حالا امیرحسین هم بوده دیده ایرانیا، ولی تو این ور دنیا تو ترکیه‌اش هم میرسی از ایرانیا. تو ترکیه ایرانیه میگه به عربه اعتماد کن ولی به ایرانی اعتماد نکن. ببین من همیشه اینو میگم من همیشه با بچه صحبت میکنیم اینو میگم، حالا بعضی هم ناراحت میشن، میگم که ما ایرانی‌ها کلا، حالا بگذاریم از حالا جمعمون حالا استثنا، ولی آدمای خوبی نیستیم. حالا خوب بودن رو اینجوری میگم، ذاتمون یکم خرابه، نمیتونیم موفقیت همدیگه رو ببینیم، این حسادت انگار همیشه هستش. یعنی مثلا یه ایرانی یکی دیگر رو، چه تو ایران چه تو جاهای دیگه دنیا، جای دیگه مثل بدتر هم هست، وقتی میبینه مثلا همسایش ماشین خوب خریده، نمیگه با دمش گرم مثلا چیکار کرده، مثلا ماشینش خوبی کرده، میگه که ای بابا مادرش فلان مثلا، یا کجا آورده مثلا، سر کیو کلا گذاشته مثلا، تو دلش داره میگه ایشالله بره بیرون مثلا تصادف کنه ماشین قبلیه رو سوار شه، یلا اینجوری. یا یکی موفق میشه حتی تو فامیل، تو فامیل این قضیه بیشتره، یعنی مثلا تو همخون چه میدونم طرف مثلا دختر خالش پسر خالش میبینه مثلا داره یه کار خوب میکنه، به جای اینکه مثلا حال کنه با این قضیه، ته دلش داره یعنی حس بدی داره، میگه که ای بابا چرا مثلا این اینجوری من نیستم، ای کاش بخوره زمین مثلا، نمیگه من خودم برسونم بهش. و این داستانی که تو کشورهای دیگه هم ایرانی کامیونیتی ندارن، همین ترکا که میگی خیلی پشت، هم ترکای ایرانی
حاجی مثلا تو تهران یه ترک مثلا میاد یه مغازه میزنه، یه سوپرمارکت میزنه، همه فک فامیلاشو برمی‌داره میاره کنار دستش وایسن کار کنن. یا حتی افغانی هم اینجوریه. دیدی مثلا یه افغانی میاد سر یه ساختمون کار میکنه، مثلا به اون سازنده مثلا ما کار میکنیم، مثلا میگه که گچکار فلانیو بیار، مثلا یارو پسر خالشه، فلانیو بیار مثلا داداششه. یعنی خیلی پشت همن. ولی ایرانی‌ها متاسفانه نمیدونن از قبل اینجوری بودن یا مثلا بعد انقلاب فرهنگمون اینجوری شده، اینو من نمیدونم. ولی خیلی ذاتمون متاسفانه خورده شیشه خیلی داره. و پویان شما میخواستید نکته بگید؟ ببین من یه جور دیگه نگاه میکنم. خب عرفان حرفای باحالی زد. بازم اول صحبت هم گفتم ما یه سری شرایط بیرونی به همون وارد میشه، یه فشاری که از بیرون وارد میشه. این تویی که تصمیم میگیری اون فشارا چجوری بهت وارد بشه یا نشه. مثال کوچیکش اینه که آقا تو هیچ کاری نکنی، این استرس رو داری، این فشار رو داری، آقا ذهن تو نمیتونه اینو هندل بکنه. میری پیش یه روانشناس، میری پیش یه مشاور. قبلا یه مثلا بزرگ فامیلی بوده، مشکلی داشتن، میرفتن پیش اون، با اون صحبت میکردن، میگفتن که مثلا آقای بزرگ فامیل ما اینجوریم. بعدا یکم مدرن تر شد، یکم آکادمیک تر شد همه چی، گفتم برو پیش مشاور، با مشاور صحبت بکن. که باز من الان میگم 95% کسایی که استرس دارن همچین چیزی رو قبول نمیکنن که برن با یه مشاور مطرح بکنن. با اینکه خیلی اوکی ممکنه باشه، مشاورم حقیقتا کاری نمیکنه، میاد به تو فقط گوش میده، یعنی اونا فقط شنونده های خوبیه. حالا نکته بعدی، قدم بعدی که میتونید به نظرم حل بکنی اینه که بیای از اون دایره آدمای اطرافت کسایی که آدمای واقعا به درد بخورین انتخاب بکن. مثلا آقا تو میگی بین مثلا حول رفیقای من 10 نفرن، از بین این 10 نفر 3 نفرن که واقعا من میتونم روشون حساب بکنم. روابط دیگه تو کم رنگ تر میکنی. یه مثالی هست میگن آقا تو اگه با 4 تا شیر بگردی پنجمیش تویی، با 4 تا روباه هم بگردی پنجمیش تویی. میدونی چی میگم؟ پس اون دایره آدمای اطراف، اون پتانسیل، اون انرژی آدمای اطراف 100% تو زندگی شما تاثیر داره. من از بعد اینکه ازدواج کردم، من پارسال که عقد کردم، اصلا خیلی اتفاق عوض شد. حرفی که الیاس میزد میگفت آقا یارو چرا ماشین گرفته فلان بهتره که اینجوری اونجوری، واقعا رفیق 20 ساله من نمیتونست، آقا درک نمیتونست بکنه که من الان ازدواج کردم، وارد یه رابطه دیگه شدم، اصلا اون رفاقت و اون داستان مجردی سر جای خودش تمام شده، الان وارد یه برهه دیگه از زندگیم. تو رفیق خوبی هستی، باید درک بکنی منو، شرایط منو بفهمی، حالا بیشتر کنارم باشی یه جور دیگه، چون من دیگه اون آدم قبل نیستم، من یه سری کار دیگه دارم میکنم. نه متوجه منظورم میشید یا نه؟ درکش میکنی یا نه؟ اینه. دقیقا. من آره ببخشید این یک قضیه. کلمه بگم، ببخشید. نه اوکی. این قضیه که آدمای اطراف بسیار مهمن، اونا رو اگه دستچین بکنید قطعا انرژی های خوب سمت شما میاد. و در نهایت باید روی آدم خودسازی خودش کار بکنه. ما نمیتونیم قیمت دلار جابجا بکنیم. تو آقا 100 میلیون هم سرمایه داشته باشی، 200 میلیون هم سرمایه داشته باشی، با بالا رفتن پایین رفتن قیمت دلار، تو با 20%، 30%، 50% هم بیاد روش، باز تو چیزی نمیتونی بخری. لنکروز 4 میلیاردی که تو ایران بوده الان شده 40 میلیارد. میدونی چی میگم؟ تو کاری نمیتونی بکنی. تو دیگه نمیتونی اون لنکروز، قبلا نمیتونستی بخری، الان هم نمیتونی بخری. پس این که بیای آقا من چیکار کنم، این دلار اینجوری شد، اون دولت این کارو کرد، الان با عربستان خوب این دلار میاد پایین، الان با آمریکا بعد این دلار میره بالا، از دست ما خارجه. واقعا چرا باید به خودمون فشار رو قبول، به قول معروف بقبولونیم که بگیم خیلی خوب حالا که اینا شد من دیگه هیچ کاری نمیکنم، من دیگه هیچ حرکتی نمیکنم. دوره بسیار سختی مخصوصا از دوره کرونا تو کسب و کار ما، من کارم گل فروشیه، من گل فروشم و کار آپارتمانی اینا داریم. گلی بعد کشیدنی. نه حالا اونو اگه خواستین اوکی میکنم، ولی جونم بگه که ما کارمون گیاه آپارتمانی. بازار ما بعد از کرونا، یعنی استارت کرونا که خورد، از این رو به اون رو شد. یعنی شب عید پارسال تا شب عید امسال درآمد ما بگم 1/11 شده. میدونی چی میگم؟ خیلیه. یعنی تو ارزش پولت
بشه 1/4 1/5 قبل، تازه درآمدت هم بشه 1/11. خب چیکار کنیم؟ بگیم آقا ما باید خودکشی کنیم دیگه، نمیتونیم ادامه بدیم. آره من میگم که آقا الان تو این نقطه ایم، بعد ما تو ببین دارک ترین جای دنیا داریم زندگی میکنیم. حالا من و الیاس که ایرانیم، شما که حالا رفتید یکم راحت تری، تو دارک ترین جای ایرانیم دیگه. اینجا ته جنگندگی ماه، موظفیم به جنگی، موظفیم با شرایط کنار بیاییم، موظفیم دیدمون رو یه کار دیگه بکنیم، وگرنه ما هم مثل بقیه میشیم. فرق من با اونی که تو خونه باباش نشسته، باباش پولشو داره میده فلان میکنه، تو چیه؟ منی که تو ایرانم دارم این کارو میکنم، وقتی مسائل رو حل میکنم قدرت حل مسئله من بالاتر میره. به مرور این یه ورزش فکری برای من میشه و در آینده هر مسئله بزرگتری هم پیش بیاد تو میدونی که آها آقا من یه بک‌گراندی دارم، میام میگم اعتماد به نفس رو دارم، قبلا این مسائل رو حل کردم، این هم پس میتونم، این هم پس دیدم. این حرفا رو به خدا نمیزنم که فکر کنید آقا نه این رفته 4 تا مطلب انگیزشی خونه، نه، اینا همه برای خودم اتفاق افتاده و لمسش کردم، دیدم. حالا امیر حسین دیده ما رو از کی کار میکردیم، کجا کار میکردیم، چه آره وضعیتی بودیم. خب و تونستیم هندل بکنیم تا الانش هم خدا رو شکر. چه میدونم تقریبا 12 سال میگذره فکر کنم از اون قضیه، آره 12 13 سال داره میگذره و هنوز سرپاییم، هنوز من میخندم، هنوز حالم خوبه. میدونی چی میگم؟ تونستم با خودم کنار بیام. یه قانون نانوشته ای بود تو ذهن خودمه، هیچ کی هم خبر نداره. آقا باید بجنگی، باید بری جلو. کسی قرار نیست اینو بشنوه منو موقعی که مشکل دارم، ولی میگم آقا باید بجنگی، بری جلو. این اتفاق افتاد، یه راه حل دیگه، یه اتفاق دیگه، یه جور دیگه. بالاخره یه راه حلی داره. هیچ مسئله نیست که راه حل نداشته باشه. وقتی که به خود ایمان داشته باشه آقا من میتونم حلش بکنم، فکرمو میذارم سرش، توانم میذارم سرش، یه راه حلی به دست میارم، غلبه میکنه به اون استرس. به اونجا رسیدیم. تو فکر کنم برنده هر چقدر آقا حالا جیبت خالیه، نمیتونی اون چیزی که میخوای بخری، ولی میدونی آقا من تونستم اون استرس فارغ بشم. این بود صحبت های من. آقا یه دور میریم با الیاس و عرفان، بعد من مهم. میرم من دنبال یه چیزی بگم در مورد بعد این من صحبت‌های پویان که بس گفتش. بگم یه دقیقه. کاملا درسته، ولی ببین مثلا پویان، تو میگی طرف مثلا لنکروز فلان رو میگه انقدر شده. صدای من داری شما؟ بله. من تصویر شما رو فریز شده دارم، حالا اشکال نداره. میگی فلان ماشین رو میخواد بگیره نمیتونه. این زمانیه که طرف ما کیفیت زندگیشو بهتر بکنه. ولی یه زمانی هستش، دقیقاً اشاره خوبی کرد فیلم برادران لیلا، یه چیزیه که دقیقاً داره اتفاق میفته تو کشور ما دیگه. یارو زندگیش به این قیمت دلاری یا این تورمه داره وابسته است. نه که اینکه بخواد ماشینشو بهتر کنه، خونهشو بهتر کنه، چه میدونم لباس بهتر بپوشه. یعنی در واقع زندگی طرف نون شبش بسته به این داست. اون دیگه استرس رو چجوری میخواد مثلا با خوشبینی و نمیدونم فلان نمیتونه استرس کنترل کنه، از حیطه اختیاراتش خارجه. تو زمانی که یه کاری رو دست خودت باشه، آره مثلا میگی من امروز میرم بهتر کار میکنم، پول بیشتری در میارم، نمیدونم کارم هر چی که از ترید بهتر ترید میکنم، مثلا پول دلاری در میارم. ولی یه زمانی هستش که دیگه چون ما خودمون رو داریم فقط میبینیم دیگه، میگیم آقا من مثلا قابلیت اینو دارم که میتونم این قضیه رو هندل کنم. ولی یه زمانی هستش که یه شخص رو میبینی که مثلا وضعیت درستی نداره، این مثلا تواناییش در اون حد کارگر طرف دیگه چیکار میخواد بکنه، نه مثلا دانش کار مثلا دیگه ای رو داره، نه تجربهش رو داره. این چی میگم؟ یعنی شرایط کشور ما، شرایط جامعه ما یه زمانی دیگه از دست مردم خارجه، نمیتونن کنترل کنن این داستان، مگه اینکه خودشون بزنن به بیخیالی، همون کاری که خیلی دارن میکنن دیگه، کلا خاموش کردن بالا رو، خاموش کردن که بتونن زندگی کنن. یعنی هر روز داره طرف خود استرس داشته باشه، خب برای دیوونه میشه دیگه. یه طرف میخواد زندگی کنه دیگه، مثلا شرایط سیاسی همه چی رو میگه حالا اشکال نداره ولش کن مثلا، میاد تو خط بیخیالی و هی میکنه دیگه. میدونی چی میگم؟ من میگم که آقا مثال بود لنکروزه، ما گوشت میخریدیم کیلو آقا 200 تومن، الان شده 500,000 تومن، 600,000 تومن. خب آره آره. چی کار میخوای بکنی؟ دو تا اتفاق میفته دیگه، یا تو میای گوشت کمتری مصرف میکنی، یا میگه آقا نه کلم بروکلی هم همونقدر پروتئین به من میده، برم کلم بروکلی بخورم.
برای اینکه زنده بمونم. تو چی کار میکنی؟ تو میشینی قصه میخوری که آقا چرا این اتفاق افتاد؟ نه، خب نه میری یه این غذایی ببین بیا این نون برای بربری میخوری. میدونی چی میگم؟ که بقا آره داشته باشی. اون قضیه بقای مطرح که میشه تو دیگه مهم نیست برات. این برای اون حالتیه که ما انتخاب داشته باشیم. یه زمانی هست که یه نفر انتخاب نداره، مثلا بچهش بیان بیمارستان، مثلا مریض بعد بره بیمارستان، مثلا میگم دارو فلان رو بگیره، نمیتونه دارو رو بگیره. میدونی چی میگم؟ یعنی یه زمانی هستش مسائل به این راحتی نیستش، به راحتی مثلا عوض کردن غذا و مثلا عادتامون نیستش. میدونی شرایط تو ایران داره یه جوری میشه، هرچی هم میگذره بدتر میشه، که دارن در واقع مردمی که به اون مرز میرسن افزایش پیدا میکنن. این مردم بیشتر ما داریم تهران رو مثلا میبینیم، مثلا وقت خودمون جایی که هستیم، شهرستان و دهاتایی که مثلا سمت سیستان اون طرف هستن، واقعا اوضاع درستی نداره. یارو فقط با بیخیالی میتونه راحت زندگی کنه، نه اینکه مثلا بگی آقا تو حالا مثبت اندیش باش، اینو عوض آخه کنی اونی که فلان. اونجا داره میگم زندگی میکنه، اونی که ته سیستانه، اون لایف استایلش متفاوته با اون کسی که تو تهران داره زندگی میکنه. آره تهران دیگه لایف زندگی استایل. کردن با میگم هزینه نیویورک رو داری میدی با کیفیت شعر ابی طالب. خب میدونی چی موضوع میگم؟ اینه چیه، یه لایف همچین استایل چیزیه. مدام داره ضعیف میشه. یعنی ببین سرعت تورم کاری که میکنه مردم رو تو این فیلم هم نشون تضاد طبقاتی رو زیاد میکنه. پولداره پولدارتر میشه، فقیره فقیرتر میشه. یعنی تو میگی خب آقا طرف اصلا تو سیستان عادت داره هر شب مثلا نون صرف بزنه، میگه نونه هم نداره بخوره. یعنی وضعیت میدونی چی میگم؟ یعنی به گشنگی میفته. حالا گشنگی چی، درمان، همه چیش داغون میشه. و این دیگه به نظر من طرف کارش از استرس و استراب دیگه گذشته. یعنی تو بدبختی داره مهم. منجلاب، داره دست و پا فقط میزنه خودشو نجات بده. و این خب داستان اون یارو چی شد که به این نقطه رسید؟ فقط تقصیر دولت و حکومته؟ مطمئن با شرایط کشور خیلی تاثیر داره. اون که تورم نه، دست ما تاثیر نیست. که داره، قطعا تاثیر داره. خب ببین من اون میگم طرف میتونه. چی میشه که یکی توی بذار ته من یه سوال سیستم. از تو بکنم. بذار من یه هم. سوال از تو بکنم. به نظر تو زندگی چند درصد جبر، چند درصد اختیار؟ خیلی سوال فلسفی میکنی آخه اینجا. نه نه نه، جبر و یه درصد اختیار اصلا راحت یه، میتونی بگی. من اصلا درصد نمیبندم برای همچین نه سوالی. مثلا من به انتخاب نظر تو نکردم اینجا بیشتر. باشم، خب پس اختیاری نبوده. آه. جبر این بوده که حالا شانسی اینجا افتادیم. اوکی، این اه. نقطه اینجا، توی همین اینجایی که افتادیم، رفیق منه که آقا یه کاری کرده یه نقطه ایه، یکی هم از نقطه زده. خب چی شد این دوتا مگه یه جا زندگی نمیکردن؟ چه خب اتفاقی پس افتاد؟ تو میگی پس تو میگی اختیار ان- بیشتره فهمش. من میگم که انتخاب آدم ها توی، میدونی تصمیمی که تو میگیری اینجوری نیست که من فقط الان تصمیم رو گرفتم. تصمیمی که الان میگیری 1 سال دیگه آقا ممکنه یه جای نشون داده بشه. اه. درست. وقتی که تو علم نداشته باشی، وقتی که آقا واقف امور زمانت به قول معروف نباشی، تصمیم اشتباه بگیری شاید اون لحظه خوبه، ولی کن آقا 1 سال بعد میترکه. تو ایران آقا آخه مردم این چی ریختن تو بورس. خب حالا ما قبلش مثلا یکم معامله میکردیم، خیلی خوب بود بازار، من واقعا لذت میبود. مردم ریختن رو بورس. چجوری؟ من اومدم به اکبر آقا گفتم، اکبر آقا به هاشم آقا گفت همینجوری دیگه. بعد سهما چجوری بود؟ مثلا آقا تو شه سپا بگی، تو نمیدونم خودرو بگی، اینو بگی، همه تهش چی شدن؟ چقدر آدم ضرر کرد. اه. پس تو میگی صدا منو اختیار داریم یا همچنان من آره قطع؟ من صداتو دارم. مسئله هست. ای بابا. نه آره. کی ضرر کرد؟ خب اه. مردمی که بدون اطلاع وارد یک نقطه ای شدن، سر همشون رو خب بریدن، سرمایه همه رو خوردن، تموم شد. خب تو خب این کارو میکرد، تو چیزی که دیتا نداری، اطلاعات نداری، وارد میشی؟ نه. ولی اون کسی که میاد وارد میشه اون اذیت خب فکر میشه. کنی اونایی که وارد نشدن مثلا خیلی جلوترن؟ اونایی که وارد نشدن مالشون هم کمتر باختن، ضرر دیگه ولی کمتری در خوردن. کل همه دارن مالشون میبازن. ببین در کل چیزی که ببین تورم اصلیه. یه چیزیه که آقا میاد کل جامعه بست پیدا میکنه. تو 1000 تومنت میشه 200 تومن، ولی اون کسی که 200 تومن میکنه 2 ریال دیگه انتخابشو کرده. یکی هم بوده اون 1000 تومنش کرده 50,000 تومن. ببین این در واقع حالا تو نظرت اینه که پس یعنی نظرت اینه که طرف انتخاب میکنه که
نسبت به اون شرایط اوکی باشه یا نباشه، پس اختیار داره. طرف انتخاب میکنه که تو اون شرایط چه چیزی یا چه گزینه‌ای رو انتخاب بکنه. خب من نظرم اینه که ببین آدم سنش که بالاتر میره، هرچی بالاتر میره نقش جبر رو تو زندگی بیشتر میگیره. یعنی وقتی آدم سنش کمه احساس میکنه که توانایی همه کار داره. مثلا نوجوانه میگه که من میخوام، مثلا یه نوجوان وقتی میپرسی چی کاری میخوای بشی، نمیگه مثلا من میخوام یه کارمند بشم توی شرکت، میگه من میخوام مثلا فضانورد بشم. یکی میگه من میخوام مثلا چه میدونم فوتبالیست بشم، راک استار بشم. چون احساس خب میکنه که با انتخابش میتونه به همه چی برسه. هر چی سن طرف بالاتر میره نقش جبر رو تو زندگی بیشتر میدونه. حتی استعدادهایی که ما داریم و ما انتخاب نکردیم، جایی که به دنیا اومدیم، توانایی‌هایی که داریم، شرایطی که داریم تو زندگی میکنیم، خیلی چیزاش دست ما نیست. و ولی من به این قضیه اعتقاد دارم که ما انتخاب میکنیم که نسبت به اون شرایط چه حسی داشته باشیم. یعنی انتخاب میکنیم که نسبت به این قضیه ناراحت باشیم یا خوشحال. همین که تو داری میگی یا آقا طرف تو اونجاست، تو یه جای شرایط مثلا ناجور زندگی میکنه، راضیه به اون قضیه. یکی هم هستش ممکنه بهترین شرایط مالی داره زندگی میکنه، حتی اصلا ایران هم نیستش، تو افسردگی تو همه جای دنیا هستش، تو استراب چیزی که تو همه جای دنیا هست. طرف انتخاب کرده که مضطرب زندگی کنه یا انتخاب کرده که شرایط بهش فشار بیاره، خودش خواسته که اینجوری بشه. به این قضیه من اعتقاد دارم. بچه‌ها رو ببین صحبت کنم، ما باید بریم آقا دیالوگ داریم. این من فکر کنم که الان 10 دقیقه دیگه مونده، ولی خب ما شاید یه 5 دقیقه هم از اتاق فرمان میگن که بتونیم اضافه کنیم واسه جمع‌بندی، 10 دقیقه واسه جمع‌بندی. مثلا من فکر کنم الان عرفان چون الان پویان و الیاس داشتن در مورد راهکار صحبت میکردن که آقا میشه نمیشه. عارف شما در مورد راهکاری که فکر میکنی، چون میدونم خودت گفتی آقا بهتره که در مورد راهکار صحبت کنیم، اگرم چون خودت گفتی که من نمیدونم دقیقاً چه راهکاری میشه تو این شرایط پیچیده گفت، میتونی ریشه یابیش هم بکنه خواستی که منم راهکار، چون اصلا تمام پوینت این صحبت های ما اینه که آخرش به یه جنبندی برسیم. عزاداری کردن و تو سر خود زدن که همه بلدن، همه استاد اینیم تو ایران. منم راهکارامو میگم و یه راهکار اساسی، یعنی تفاوت آمریکا و ایران در اینه که آمریکا یک کشور کاربردیه، ایران یک کشور تئوریه. ایران فقط خوب حرف میزنه، خوب شعار میده، از هر قشرشو میگم، نه فقط جبهه راستی یا چپی، همه خیلی خوب بلدن رویاهای بزرگ داشته باشن. ولی آمریکا کارهای کوچیک انجام میده و کارهای کوچیک همیشه از رویای بزرگ عملی تره. منم راهکارم بر اساس چیزایی که تجرباتم میگم. عارفان شما بفرما که بعدش هم احتمالاً گفتم اتاق فرمان یه وقت عزیزی من عرض میکنم دقیقا همونطور که بچه ها میگفتن. نکته خیلی جالب این بود که موضوع یه جوریه که بخوایم صحبت کنیم، چون طیف‌های مختلف جامعه رو در نظر میگیره، یعنی تو بخواید ریشه یابی کنی، تقسیم بندی کنی، خیلی طیف‌های مختلفیه. واسه همین شاید نشه یه راهکار کلی گفت. شاید یکی یه مشکل استرسی داره که همون چیزی گفتم با 2 تا نفس عمیق حل شه. شاید یکی هم نه، به قول پویان بعد بره پیش یه مشاور اصلا ببینه چه خبره. بعضی هم از مرحله مشاور شاید رد شده، بعد بره پیش روانشناس تا یه سری قرصایی بخوره که هورموناش جابه بشه بتونه زندگی کنه، چون داره میمیره یارو از استرس دیگه. تصمیم نمیتونه بگیره، چون شما داستان استرس میاد قشنگ تصمیم گیری تو میزنه. دقیقاً تصمیم گیری جاییه که تو بازی زندگی تو عوض میکنی. یعنی کل زندگی تو یه استرس میتونه بزنه عوض کنه داستانشو. واسه همین چیزی که به نظر من واسه خود من بخوام بگم، که حالا توی یه سری طیف خاص جامعه میشه گفت، حالا کسایی که کاسبی میکنن، چون کاسبا اصولا که قشر کاسب، من خودم بابام کاسب 40 سال بازار بوده پامنار دیگه. کاسب قشریه که ضرر نمیکنه خیلی تهش نسبت به بقیه قشر جامعه. مثلا نسبت به معلم کاسب ضرری نمیکنه، بالاخره کاسبی یه دلاری بالا پایین میکنه، یه کاری میکنه در میاره تو بازاره، یه آهن. میبینی چی میگم؟ ولی اون کارگره خیلی بیشتر اذیت میشه، معلمه خیلی بیشتر اذیت میشه. ولی حالا واسه یه قشر خاصی که میشه گفت میشه این شاید این حرف من واسه شون معنی بده. ما تو صحبت هم اگه دقت میکردیم، من خودم داشتم فکر میکردم الان استرسه یا پس ریشش
از تجربیات و گذشته ما میاد یا از فکری که ما نسبت به آینده داریم دیگه. اون ندونستنیه که تو آینده است و خبر نداریم و پیش بعدی جاده رو نمیبینیم بعد چیکار کنیم. کاری که به نظر من میشه کرد فقط همین که بدونی که این لحظه حالی که هستی، این حاله رو اگه به قول پویان یه حرکتی توش نکنی، حالا هر چی، خود هر آدمی هم بهتر میدونه تو اون مشکلی که هست، یه فکری بکنه، بشینه بدونه یه پلنی واسه خودش داشته باشه. پلنی که نه فقط یه دونه، یه پلنی داشته باشه که پلنت A و B و C و D باشه. من خودم تو ترکیه که گیر افتاده بودم پلنم A و B و C و D شده بود دیگه. اولش میگفتم یه دونه است، بعد دیدم خودم دارم به خودم استرس میدم، میگم یه دونه پلن دارم. میگم خب دیوونه ای، بیا بکن B C D که حداقل 4 تا گزینه داشته باشی که استرست بیاد پایین، بدونی میتونی یه کاری بکنی، یه چیزی داره. واسه همین چیزی که به نظر من هست، خیلی به گذشت به آینده یعنی فکر نکنیم که چی میشه، چیکار کنیم، الان دلار رفت بالا فلان شد بعد اون کی میشه، اون برجام فلان، خیلی تو اون پی اون نریم. خیلی هم توی گذشتمون گیر نکنیم که من اون سال به اونطوری کردم، اون سال اون اتفاق افتاد، اون سال طلا خریدم الان دیگه نخرم فلان، یه چیز اینطوری. و یه نکته دیگه هم واسه من هست، به نظر من طبیعت به سوالای ما خیلی جواب میده. یه کتاب هست به اسم کتاب روابط از دست داده سوی مایا، اسمش دقیقا یادم نیست، که نویسنده میاد میگه که مشکلاتی که ما داریم به خاطر روابطی که از دست دادیم و یکی از روابطی که ما تو اکثر ایرانی‌ها از دست دادیم رابطمون با طبیعت. ما اگه به نظر من تو طبیعت نگاه کنیم، خیلی وقت جواب سوالمون از خود طبیعت میگیریم. شما طبیعت رو نگاه میکنی، زمستون داره، پاییز داره، ولی خب بهارش هم هست. حالا تو زندگی هر آدمی هم به نظر من بالاخره اینطوری میشه خودشو ببینه که اگه داغونه، اگه دارکه، بگی حداقل استرسشو بیاره پایین. شاید داری خودت رو میزنی، ولی چیکار کنیم؟ بگی آقا شاید پاییزیم، زمستونیم، حالا ببینیم این درختم بهارش میشه دیگه. این درخت بهارش شد، شاید منم که آدمم، منم بهارم رسید. خیلی خب، من اگه اجازه بدی، پویانم صحبت ها رو کرد، خیلی هم عالی. ما هم استفاده کردیم. اگه اوکی باشید منم راهکارمو بگم، فقط بذارید من کامل بگم، اگرم صحبتی بود نوتاشو بنویسید، چون یه خود سه سروار رو من میخوام خیلی زود تمامش بکنم، خیلی کوتاه بگمش، نمیخوام برم توش و همه رو بگم. اینکه بینش قطع بشه یه مقدار کارو سخت میکنه واسه من. من میگم و بعدش هم میریم برای صحبت پایانی و سوال چالشی. من همیشه قبل از اینکه تمام بشه، من یه سوال مرتبط با موضوع بحث به صورت چالشی میپرسم که خب کسایی هم که این پادکست رو گوش میدن احتمالاً جالب باشه براشون این سوال میتونن از خودشون بپرسن. راهکار، ببینید، چیزی که الیاس گفت اینه که گفتش که وقتی بزرگتر میشیم میفهمیم که جبر بیشتره. فکر کنم یه فیلمی بود، یادم نمیاد کدوم کاراکتر بود ولی خیلی معروف بود، گفت نیکولاس کیج بود اشتباه نکنم، گفت آدما وقتی که بزرگتر میشن آرزوهاشون کوچکتر میشه. این دو تا معنی داره، یا اینکه واقع بین‌تر میشن یا اینکه ترسوتر میشن. یه ویدیو کلیپ هست میگه که رونالدینیو چرا رونالدینیوه، برای اینکه هنوز اون روح بچگانه‌شو داشته. وقتی بچه‌ای دریبل میزنی به این فکر نمی‌کنی اگه توپمو بگیرن گل بخوریم دیگه کسی از من خوشش نمیاد و اینا، کارتو میکنی، اون کاریه که انجام میده. و اینکه پویان به این میگه که ما باید خودمون رو عوض بکنیم، ما باید اون کاری که میتونیم رو انجام بدیم، این خیلی خوبه، ولی ما باید یه چیز رو در نظر داشته باشیم. همه ادیان هم که میان برای همه میان، برای کل جامعه میاد، نه برای صداتون رو دارم. برای اشخاص نمیاد، برای افراد خاص نمیاد، برای همه میاد. مثلا پویان این طرز تفکری که تو داری خیلی خوبه، ولی باید یه ذهنیت قوی داشته باشی. تو داری، دمت گرم، خیلی دارن، ولی اکثر مردم ایران اون ذهنیت قوی رو ندارن. حکومت باید جوری اداره بشه که واسه ضعیف و نفس‌ترین و ضعیف‌ترین و بی برنامه ترین شخص جامعه یه برنامه‌ای داشته باشه. به اصطلاح یه کشتی که همه باید سوار بشن. بعضیا خیلی خوبن، میتونن شنا بکنن خودشون، بگه آقا اصلا کشتی غرق شده من شنا میکنم، ولی همه شنا کردن بلد نیست. ببین، یه راه حلی که هست میگه که هر کسی هر جایی که هست یه قدم بیاد جلو. این تنها راه نجات ایران توی هر چیزیه. مردم میگن حکومت میگه مردم، جفتشون دروغ میگن، جفتشون هم راست میگن، یعنی هم راست هم دروغه.
یه قسمتای حکومت نمیذاره مردم رشد کنن، یه جاهای مردم قدرت میدن به حکومت که روشون سلطه داشته باشه. هر جفتشون درست میگن و هر جفتشون غلط. هر کسی یه قدم درست‌تر بکنه این فرهنگ میشه. فرهنگ چرا توی یه قلب یه کشور هست بدون اینکه نوشته شده باشه؟ برای اینکه دیسنترالایزده، یعنی مردم به طور یعنی همه غیر پیوسته و جای یک کشور یک فرهنگی رو دارن. الان من این مثال برات میزنم. توی آمریکا یه کلمه هست به اسم سیلی میشه یه جورایی نادون، احمق، ولی احمق دوست داشتنی، به معنی شوخی میشه، خیلی مثبته. بعد یه دونه هم هست به اسم کلمه دام، stupid، احمق. جفت اینا یه کلمه است، یه معنی رو میده احمق، ولی این بارش مثبت و منفیه. وقتی میری توی تگزاس میگی به یه نفر سیلی میخنده، به یه نفر میگی دام ناراحت میشه. میری تو منسوتا، با تگزاس پایین‌ترین ایالت آمریکاست، منسوتا بالاترین، برو تو منسوتا بگو که دام ناراحت میشه، بگو سیلی میخنده. هر جایی از فلوریداش گرفته تو کالیفرنیاش، سیلی و دام یه کلمه مشابه. تنها جایی که یکی از کمترین جایی که تو دنیا میبینی که یارو میگه احمق بعد یارو ناراحت میشه، ناراحت شدی من منظوری نداشتم به شوخی بهت گفتم، ایرانه. اینکه فرهنگ پیوسته‌ای نداره، یعنی یه کلمه رو میگی بعداً میتونی کلیمش بکنی که آقا تقصیر من نبود، تو بد برداشت کردی. مثلا توی خارج مثلا ارتدوکس داریم، کاتولیک داریم، پروتستان داریم، اینا یه فرهنگ جامعی دارن. تنها جایی که میگه اسلام من با تو فرق داره توی ایرانه. توی یه اسلام که مثلا یه کشور اسلامی باشه ما توافق نداریم، هر کی میگه نه من اینجوری فکر میکنم، نه من اونجوری فکر میکنم. یکی از یعنی ما اگر مثلا میخوایم یه فرهنگ درستی رو راه بندازیم، فقط زمانی اجرایی میشه کشور درست میشه که همه اجراش بکنن. یعنی اگه کلمه سیلی خوبه واسه همه خوب باشه. توی ایران مثلا اگه بخوام مشابهشو بگم، سیلی مثلا توی ارومیه بده، توی مثلا سیستان خوبه، بعد مثلا دام مثلا توی سیستان بده، مثلا توی ارومیه خوبه. ما باید همه با هم بگیم آقا این کار بده. اگه همه با هم بگیم اون کار بده، دیگه استرس از بین میره، چون همه اون کارو میزنیم کنار. دلیل اینکه ما الان استرس داریم برای اینکه من یه چیزو اوکی میبینم، برای اون یکی اوکی نمیبینم. اصلا شده جنگل، هر کی راه خودشو داره میره و به یه لوپی افتادیم. همش میگیم آی این چقدر بده، ای بدتر شد. آی یادش بخیر قبلا بهتر بود، ای بدتر شد. آی یادش بخیر قبلا بهتر بود، ای بدتر شد. آقا یه جایی باید وایسیم این جلوی این لوپی که ای بد و بدتر میشه رو بگیریم. اون موقع است که ما میتونیم در مورد این صحبت کنیم که چجوری دیگه استرس نداشته باشیم. چون که استرس از چی میاد؟ از uncertainty، اینکه نامطمئن بودن از آینده میاد. خب چرا نامطمئن بودن از آینده میاد؟ استرس از خودش که به وجود نمیاد، یه اتفاقی باید بیفته، ما داریم اجازه میدیم که اون اتفاق بیفته. خب ما به جای اینکه بریم استرس رو درست بکنیم، عامل استرس رو درست بکنیم، حل میشه دیگه. الان توی آمریکا من گفتم یه سری چیزایی که من بهشون میگم، میگن شما واقعا تو ایران یه همچین دغدغه‌هایی دارید؟ خب چون اینا اون استرس رو ندارن، چون دغدغه رو نداره، چون اون مشکل رو حل کرده دیگه، نمیرسه به اون مشکلی که بخواد استرسش رو داشته باشه. و ببین توی مثلا ما مردم فقط در مورد خواسته هامون حرف میزنیم. انصافا من حالا بچه ها همه موفق هستن، دمشون هم گرم، ولی من با خیلی ها صحبت کردم، آرزوهاشون از آرزوهای منم بزرگتر بود. ولی میگفتن خود چیکار کردی؟ حالا این هفته که تو وقتی وای میسی منفعلی نسبت به زندگی خودت، اتفاقای بد میفته واسه زندگی. همون چیزی که پویان گفت من کاملا موافقم. میگه خب تو همه گفتن، خب واقعا یعنی یکی به این فکر کردش که همه دارن میبرن تو این وضع آشفته بازار، همه رفتن تو بورس و همه هم دارن میبرن، یه جای کار میلنگه دیگه، همه چپیدن توش، همه میبازن دیگه. و نمیشه که هم کاره رو انجام بدی و هم بگی ای لعنت به تو که خود تو داری میبینی. مثلا من الان بگم یکی بیاد به من بگه آقا فراری بهت میدم $50,000، این تقصیر منه که من بخوام پولم خورده میشه، بی پول میشم، بعد استرس میگیرم که فردا چیکار کنم. خب من باید به این فکر میکردم که آقا من فراری رو نباید میخریدم. و الان تو دولت هم داره همین اتفاق میفته بین مردم. دولت یه چیز اشتباه میگه، مردم فقط نگاش میکنه. آره جدی این که خیلی بد شد. و تو باید جلوشو بگیری. اگه میخوای اون دولت به تو استرس نده، تو باید یه راهکاری داشته باشی که حالا توی چند ماه گذشته یه سری راهکارا اومد که دوباره برگشت به
تنظیم ستینگ. اما یه نکته، این که تو رفتی یه یخچال بخری، فرداش اومدی قیمتش عوض شد، تو آدم باهوشی هستی، تو آدم خیلی قوی هستی، رفتی یه راه حل دیگه پیدا کردی. اما یه نکته هست، قشنگ دلیل اصلی که من رفتم از ایران رفتم آمریکا، گفتم من هر جای میرم به غیر از اینکه اینجا باشه همین بود. همه بهم میگفتن بپذیر این سرنوشت توئه، تو یه ایرانی هستی، شرایط اینجوریه، بپذیرش. اینی که ما جلوی اتفاقای بد وایسیم به اصطلاح احترام به خوده، اینکه من نمیخوام استرس داشته باشم و به خاطر همین سعی میکنم به قضایای منفی فکر نکنم، اون قضیه حل نشده که پاک کردن صورت مسئله است، هنوز اون مشکل تو زندگی من هست، فقط سعی میکنم زیاد بهش فکر نکنم، یه راه دیگه‌ای براش پیدا کنم. اما یه چیزی هم هست، مثلا توی مثال خیلی خوبی زدی، گفتی که طرف گوشت میخورده، الان میگه کلم بروکلین همون اندازه پروتئین رو به من میده. اما این احترام به خود، سلف رسپکته. آقا ارزش من کلم بروکلینه یا گوشت؟ اصلا من چرا باید تن به خواسته تو بدم؟ تو داری واسه من سرنوشت رو تعیین میکنی که الان امروز کلم بروکلین بخور. یکی از دلایلی که استرس خوبه اینه که باعث میشه که تو به خود احترام بذاری. آقا الان زندگی رو دارن برای ما سخت میکنن، یعنی میگم مشکل هر دو طرفه، همه فقط یه ور قضیه رو میگیرن. از یه طرف مردم هیچ کاری نمیکنن، یعنی ملت عزادار و سینه زنی هستیم، حتی اونایی، من که خودم مذهبی هستم، ولی حتی اونایی هم که اصلا مخالف اسلام هم هستن تو ایران، اصلا سینه زنی تو خونشونه. یعنی جوری شده که طرف میاد صحبت میکنه، مثلا میگه که همش از بدبختی ها میگه، و بهش میگه خود چیکار کردی؟ مثلا آی دیدی امتحانمو بیفتم، وای خدای بزرگ دیگه باید برم سربازی. درس میخوندی 6 ماه نخوندی، بعد الان هم میخوای مثلا ناراحتی از این که چرا زندگی بده. و فکر میکنم که باید از نظر من مردم باید بگم ببین کدوم اشتباه من بوده، اونو درست کنم. اولا خب این استرسی که من میتونم عوض کنم درست کنم. دوم کدومش دست بقیه است من بتونم جلوشونو بگیرم. مثلا همون حرفی که تو زدی خیلی حرف خوبی بود، گفتی که آقا دوست من باید بفهمه. حالا دوست تو به تو میتونه استرس بده به خاطر کارهایی که میکنه. آقا من دیگه متأهل شدم، دیگه من نیستم تو این بازی. اما شما رفیق بودیم خیلی خب، الان باید منو درک بکنی، الان متأهلم. اون نمیفهم و این به تو استرس میده که وای الان یه کار احمقانه دوباره نکنه، به عنوان مثلا یه چیز شوخی احمقانه نکنه به عنوان دوران مجردی. و تو اینجا وظیفه تو اینه که اون طرف متوقفش بکنی، این استرس کلا حل میشه. و در آخر میخوام یه جمله هم بگم. ببین من زمانی که میخواستم برم آمریکا دلار 3000 تومان بود. همه حتی قشر من دوستایی که دارم که از لحاظ مالی خیلی مرفه نیستن خیلی بیشتر از دوستایی که از لحاظ مالی مرفه هستن. یعنی قشر متوسط رو به پایین رفیقام خیلی به مراتب بیشتر از قشر مرفهه. حتی قشر نامرفه هم دوستای من میتونستن از ایران برن. میدونی همشون چی گفتن؟ گفتن خانواده، پدر و مادرمو چیکار کنم، دوستامو چیکار کنم، زندگی اینجا رو چیکار کنم، با غربتش چیکار کنم، با این. من گفتم برام مهم نیست، من دنبال یه آینده بهترم رفتم. منم خیلی چیزا رو از دست دادم. الان همه اونا میگن که آخه این چه زندگی ما داریم، ای کاش من میتونستم. دارم میبینمشون تو شبکه اجتماعی، ای کاش من از این خراب شده رفته بودم. داداش 7 سال پیش من داشتم میرفتم، گفتم آقا با هم بریم یا من کمکت میکنم. نه تو برو، این برای من نیست، من با همینجا بمونم، من کار ناتمام دارم. دیگه الان گریه زاری نداره دیگه. یعنی اون زمانی که دلار از 1000 تومان یورو رسید 3 تومن، من گفتم این من روی خوش نمیبینم. من یادم اولین بار گفتم خب کی برمیگرده 1000 تومان؟ بابام بهم گفت دیگه هیچ، هر چیزی که گرون بشه دیگه ارزون نمیشه تو ایران، این قانونه. گفتم پس یعنی بهترین حالت ممکنش همین میمونه. گفت آره دیگه بر نمیگرده 1000 تومان، خیلی شانس بیاریم همین 3000 تومان باشه. من فهمیدم، من اونجا فهمیدم، نگاه کردم واسه اینکه استرس هی نیاد تو زندگیم، همین استرس دلار، رفتم جایی که دلار در بیارم. اون زمان همه دوستای من از لحاظ استعدادی، مقاله های علمی، دانشگاهی از من خیلی بهتر بودن. و میدونی چه اتفاقی افتاد؟ همه گفتن ما اینجا میمونیم. الان میگن ای کاش من اومده بودم. حالا استرسی که میگیری به خاطر همونی که تو گفتی من کاملا قبول دارم،
تصمیماتیه که میگیری 1 سال بعد نتیجهشو میبینی، بعد میگی چرا من اینجا. این تمام حرفا، یعنی مردم باید الان تصمیم بگیرن. من از بیرون گود نمیام گردش کنم، من خودم تو ایران بودم، کل تمام اکثر زندگیمو تو ایران بودم. باید یه موقع بگیم آقا بسه. نه من کار بدی میکنم که به زندگی خودم استرس بده، نه میندازم زندگیمو تو دقیقه 90، نه میذارم کس دیگه ای به من این استرس بده. همین اندازه هر کسی انجام بده، بهت قول میدم دیگه استرسی توی ایران به این شکلی که ما الان داریم نخواهد بود. این هم نظر من. میریم برای یه جنبندی. من دیگه جنبندی هم کردم دیگه، در کل گفتم شما هم بگید و بریم سر سوال پایانی. ببین من فکر میکنم یه بخشی از این، حالا راهکار خوبی گفتی، راهکاری که تو ایران همه مردم باید به دنبالش باشن، ولی خب یه بخشی از ترسه که هستش ترس از شکسته. یعنی همونجوری که میبینی تو ایران این اتفاق برای تغییر خیلی افتاد، مردم خیلی تلاش کرد تغییر، ولی هر باره شکست خورد. و این ترس از شکست چه تو زندگی شخصی چه تو زندگی اجتماعی ما باعث شده که انسانه منفعلی تبدیل بشیم و فقط همونجوری که میگی میشینن نگاه میکنن. مردم هم میدونن که کاری از دستشون بر نمیاد، یعنی بر میاد از دستشون، ولی فکر میکنن که نتیجه بخش نیست. و من خودم خوشبین نیستم به آینده ایران، یعنی از قبلم نبودم. من احساس میکنم که این مهراب طوری چیده شده که قابل تغییر نیست. چون اتفاقی که سال 57 افتاد الان به نظر من خیلی خیلی سخته که بخواد مشابهش اتفاق بیفته. بنابراین تو بحث حالا صحبتمون که در مورد استرس، مردم باید زندگی شخصی خودشون رو فقط ببینن، یعنی شرایط تغییر نمیکنه، صرفا تصمیم برای زندگی شخصی خودشون بگیرن. حالا تو این شرایط چجوری این استرس و اضطراب رو کنترل کنن، حالا با درمان، با خوشبینی، با بهبود وضعیت حالا زندگیشون، برنامه زندگیشون، یا اینکه از کشور خارج بشن. چون شرایط جامعه و کشور ما جوری نیستش که دست ما باشه. من قبلا گفتم یه چیزایی از تحت اختیار ما خارجه. حالا ما هر چقدر بخوایم باش بجنگیم، در واقع داریم عمر خودمون تو این حساب. همین دیگه، فقط بحث فردی میمونه و تصمیماتی که مربوط به زندگی شخصی خودمون میشه که میتونیم بالا بمونیم اینجا و یه جوری خودمون رو یا بیخیالی بزنیم یا تمرکزمون رو بزنیم رو زندگی خودمون، یا اینکه یه زندگی جدیدی رو یه جای دیگه تصمیم بگیریم که آغاز کنیم. به نظرم هیچ وقت هم دیر نیستش، همین الان هم میشه این حرکت رو انجام داد. عالی، خیلی عالی. بفهم. پویان و عرفان قطع صداشون. آره من میوت کرده بودم که نویزی چیزی نیفت. خب عرفان بگه. به نظرم امیرحسین خیلی جامع و کامل گفت، الیاس هم کاملش کرد که 100% با وضعیتی که تو مثلا ترکیه الان، مردم ترکیه هنوز یه امیدی دارن به انتخابات بعدیشون. یعنی باشون حرف میزنی میگه آقا بعدی حواسمون هست که چیز نشه، ولی ایران همچین چیزی رو نداریم، با تموم شده دیگه این بازی ها. پس به نظر من دقیقا الیاس درست میگه، تو اون سمت اصلا نباید بریم، چون فقط بیشتر استرس میدیم اگه حرف بزنیم راجبش. و تو زندگی شخصی دقیقا همونطوری که امیر حسین گفت و الیاس گفت، به نظرم اولین کار اینه که طرز فکرمون رو بتونیم عوض کنیم و حالا تو هر مشکلی که هستیم یه جوری حالا بگی یا از ایران میرم یا یه کاری، یا اگه ترس از شکست داری، ترس از شکست تو سعی کنی عوض کنی، بگی فقط حرکت رو به جلو بکنی دیگه، یعنی یه کاری بکنی. همون من برادران لیلا رو گفتم، بازم از برادران لیلا بگم، تو اون من دو تا سکانس، یه سکانس رو خیلی دوست داشتم، اونجایی که میاد برادر کوچیک پاسپورتش رو میده به اون پیمان معادی که بره. یعنی شما در عین عمل میبینی عملگرایی یعنی چی، یعنی برادر کوچیک کاری از دستش بیشتر از اون بر نمیاد، ولی
میدونه برادر بزرگه واسه نجات زندگیشون استرسش از بین بره، اون کارو بکنه. میاد بهش میده، کمکش میکنه و میگه برو، اگرم حالت بد بود به ما دروغ بگو، ولی الان تو این گرفتاری باید بری. و ما اگه حداقل اطرافیانمون، دوستمون، رفیقمون، کسایی که واسمون عزیزن، میدونیم هممون تو استرسیم، یه حالت ساپورتیو اینطوری داشته باشیم تو اون مسائل مشکلاتی که هر کی که بغل دستیمون داره، همسایه‌مون داره، بتونیم این حالت ساپورتیو داشته باشیم تا اون کاری که حداقل تو زندگی خودش قدم بعدی که میدونه درسته، من باید مهاجرت کنم، من باید الان این دستشویه رو بخرم چون قراره جای خوبی بشه، میخواد بشه فلان، الان مستراه ولی قراره بشه مغازه، بیای کمکش کنی، نیای بیای خرابش کنی، اب بین ببری زندگیشو. اون فکر میکنه اون واسش درسته، کمکش خرابش نکند، حداقل فقط کنارش باش، بگو باشه حالا نترس، بدتر از این نمیشه. مهاجرت میخوای بکنی، میری 6 ماه ترکیه گشتگی میکشی، هیچ بدتر از این نمیشه. فقط یه قدمی رو به جلو بردار، منم کنارتم، حداقل حضورم هست، دلت گرفت زنگ بزن با من در دل کن، خواستی گریه کنی بیا پیش من گریه‌تو بکن، به قول تو سینه زنیو بکنیم با هم، ولی یه کاریو بکنی، اونی که خودت میدونی درسته. کلام عالی. اینجا عالیه. من یه چیز بگم، یه حرکت باحالی که خودم میکنم گاهن اینه که هر موقع به اون نقطه میرسم که دیگه میگم دیگه هیچی، میشنم مینویسم. یه برگ کاغذ، یه دفتر، هر چی که هست مینویسم. یهو مثلا میبینم من 15 تا سر رسید، 20 تا سر رسید توی انباری دارم. باعث میشه تخلیه بشه. خیلی از حرفا رو، خیلی از مشکلات رو نمیشه به بقیه گفت. دلیل داره ها، چون تو مشکلی که با دیگران مطرح میکنی این یه استرسی برات درست میکنه که پس فردا آقا یه حرفی من زدم به اون یه وقت نیاد داستان بکنه. من آقا مثلا موزیکی خیلی عاشق این موزیک های جدیدم، این مثلا نسل 4 رپ فارسی و اینا که هستن، الان با هم دوتاشون به مشکل خوردن. آقا وایس های همو لو بده، چت همدیگر لو بده، رفیق تو رگی هم بودن ها. ولی خب یارو استرس داره، نکنه فلان چیز منو بگه، نکنه به سر آبروی منو ببره، اون دوباره خودش یه استرسی برای تو ایجاد میکنه. پس من همچنان معتقدم که آدم تو خودش حل بکنه. به کسی هم میخوای بگی برو پیش یه مشاور بگو، به نظرم، چون هر آنی ممکنه از درد تو سوء استفاده بشه و ممکنه اذیت بشی واقعا. بعد این نکته ای که حالا به ذهن من رسید و خیلی چیز یاد گرفتم ازتون. خیلی خوشحال شدم که باهاتون ممنون اینجوری تو. صحبت کردم. به من که خیلی حال آقا خیلی داد. هم عالی، ما واقعا خیلی خوب بود. دمتون حالا هم گرم. جلسات بعد موضوعات دیگه هم صحبت خواهیم من کرد. یه چیزی بگم، بله. ببخشید بگم یه چیز کوچولو فقط بگم. عرفان یه حرف خوبی زد. من گفتم تو بعد فردی ما باید خودمون رو درمان کنیم، حالا به هر طریقی. ولی اینی که گفتش خیلی خوب بود، خیلی قشنگ بود که تو بعد اجتماعی ما میتونیم علاوه بر خودمون به دیگران هم کمک کنیم. همین داستان کمک به همدیگه تا جایی که میتونیم در حد کوچیک، در حد کم، میتونیم از استرس جامعهمون کم کنیم. یعنی رفتاری که میتونیم با حتی آدمای غریبه تو خیابون داریم رانندگی میکنیم، مثلا یه جا هستش ترمز میکنه جلسه رو بجای مثلا بوق بزنیم، بیایم مثلا میگیم حالا الان کنترل کن خودت. یا مثلا مغازه میریم، یارو مثلا مغازه‌دار داره باید مثلا برخورد، مثلا بعد به جای که مثلا بخوای باش درگیر بشی جوابشو بدی، یا کسی احتیاج نیاز به کمک داره، تا حد توانت بتونی کمکش کنی، چه دوست چه اطرافیان. این فکر کنم خودش بتونه خیلی کمک بکنه که در سطح جامعهمون استرس رو کاهش بده. ممنون، مرسی. این خیلی از مثلا نکته جالبی. خب حالا سوال چالشی این جلسه الان، البته جوابش هم نمیخواد بگید الان، و این سوالی که شما از خودتون میپرسی هر کسی که میشنوه. این 5 سال پیش چه استرسایی داشتی که الان تموم شده رفته و الان نگاه به 5 سال پیشت میکنی میگه اگه یه همچین چشم اندازی داشتم، یا اگه مثلا حالا نه صرفا تجربه، یا مثلا اگه چشم بازتر بود بیشتر مثلا، چون وقتی که تو شرایط سخت قرار میگیری خیلی سخته
فکر کردن، آزادانه فکر کردن، بیشتر استرس میگیرتت، محدود میشی. ولی به این فکر کن 5 سال پیش یه سری مشکلایی داشتی تو زندگیت که میگودی الان چیکار کنم چیکار نکنم. بعد 5 سال اون مشکل حل شده، رفت شده، از بین رفته، حالا هر چی که شده، نگاه میکنی میگه 5 سال پیش اگه مثلا یه خورده بیشتر اطلاعاتمو بیشتر کرده بودم یا مثلا 4 تا آدم پرسیده بودم، این مشکل خیلی راحت‌تر حل میکردم، دیگه نیاز نبود اینقدر استرس داشته باشم. همون کارو الان پیش خودت فکر کن، استرس الان چیه که 5 سال دیگه خودت تو آینده مثل فیلم اینترستالر پشت قفسه کتاب میخواد به خودت داد بزنه، اون 5 سال دیگه خودت که داره پشت قفسه داد میزنه، الان به اون قفسه نگاه کن، ببین چی داره بهت میگه، نسبت به چی؟ نسبت به همین الانی که تو الان 5 ساله، تو الان پشت قفسه 5 سال پیشتی داری داد میزنی. بعد از به اینترستالر دارم میگم، ببین اون الان اون داره چی میگه 5 سال پیشه، از کجا صداشو بشنوی؟ همون صدایی که تو الان داری نسبت به 5 سال پیش خودت، اون داره نسبت به الان. یعنی مثلا من حالا یه مثالشو میزنم برای خودم. من یکی از استرسایی که داشتم این بودش که همیشه خسته بودم، همیشه نمیرسیدم به چیزی که میخواستم، با اون که خیلی هم تلاش میکردم. بعد از اون فهمیدم دلیلش کم خوابی بود. خواب دیر خوابیدنه باعث میشد نه انرژی رو داشته باشم و هر روز بد و بدتر میشد. و بعد به این فکر میکردم که اگر الان بخوابم استرسم بیشتر میشه چون نمیتونم بخوابم. بعدم به خودم گفتم که نه، اتفاقا باید میخوابیدی، اون موقع که میخوابی بیخیال میشدی، وقتی صبح بلند میشدی انرژی داشتی که فقط به اون مشکل فکر کنی. ولی الان هم به اون مشکل داری فکر میکنی، هم به 100 تا چیز دیگه، و الان هم چون خوب نخوابیدی نمیتونی خوب فکر کنی، همیشه ضعیفتر از مشکلات هست. الان من یه سری مشکلات دارم تو زندگیم، همه داریم، و الان دارم میگم مشکلو ببینم اون چیزی که الان، چون همیشه فکر کردم اگه الان بخوابم دلیل بر بی غیرتیمه، باید پای مثلا وقت زیاد بذارم، تلاش زیاد بکنم. الان مشکلاتی که دارم الان به خود 5 سال دیگه هم به من داره میگه شاید بعضی چیزایی که فکر میکنی مشکله در حقیقت راه حله. تو الان فکر کردی مشکل، هیچ وقت ندیدیش، به عنوان راه حل استفادهش بکن، شاید نتیجه معکوس بده. الان من مطمئنم همه ما الان درگیر مشکلایی هستیم که واقعا نمیدونیم. کاش میشد یه نفر قول چراغ جادو بهمون بگه. ببین چه تجربه کسب کردی از 5 سال پیشه، سعی کن نسبت به همون تجربه الان B رو از A میبینی، با این روندی که از A رسیدی به B سعی کن به C برسی قبل از اینکه 5 سال بگذره. 5 سال جلو میاد. این سوالی که یعنی اگه بپرسی شاید خیلی بتونه کمک بکنه هممون. حالا اگه بچه‌ها تجربه داشتن که خوشحال میشیم، اگه هم نه اینجا یه سوال چیز باحال براتون تعریف کنم. با ما تجربه دانشگاه رو داشتیم، ما همه چی رو تجربه کردیم، خب کسی به ما نگفته نگفت، و خیلی بده. این شاید این شاید اونجاییه که من میگم آدم آب دیده میشه. ما دانشگاه رفتیم آقا، ترم اول چیزی که من یادمه میگن آقا تو 15 واحد بهت میدن، نمیگن اون 5 واحد دیگه هم میتونی برداری بشه 20 واحد. تو رو عملا مثلا یه ترم تابستون عقب میندازن. اینو هیچکی نگفت، ولی من به نفرات بعدی گفتم. ما رفتیم خدمت، هیچکی به ما نگفتش که توی آموزشی هر اتفاقی افتاد بگو توجیه نیستم، فقط همین، هیچ کاری باهات نه، اصلا هیچ کاری نمیتونم باهات بکنم. ولی آقا ما رو ترسوندن از بازداشت، ما رو ترسوندن از تجدید دوره. میدونی چی میگم؟ این دوتا رو من قشنگ لمسش کردم، جدی میگم، و به نفرات بعدی که گفتم قشنگ استفاده کردم، مخصوصا سربازیه رو، مخصوصا آموزشیه که خیلی نقطه عطفیه تو زندگی آدم. یارو رها کرد، یعنی باور نمیکنی بگم 90% مشکل سربازیش حل شد، روحی حلش کرد و هر کاری هم دلش می‌خواست میکرد. دیگه سیگار میکشی تو پادگان، میرفت میومد و سیگار میبرد. اینجوریه. اینو من تجربه کرده بودم، خیلی باحال بود که پرسید. این برمیگرده به همون صحبتی که عرفان و الیاس کردن که کمک کردن به بقیه. چون من احساس میکنم که نسلی که الان انقلاب کرده الان طلبکار اتفاقا، یعنی هم انقلاب کرده، الان زندگی من بده به خاطر انقلابی که تو کردی، حالا الان من به تو یه چیزی هم مدیونم، الان من باید بدبختیایی که دارم و بعد از تو عذرخواهی بکنم. الان تازه داری منو شماتت میکنی، داری بلیم سرزنش میکنی که چرا من آدم موفق نیستم. من آدم موفق نیستم چون تو انقلاب کردی.
انقلاب که از زندگی ما بد شد، تازه ما یه سرزنشی هم خوردیم که آدمای موفقی نیستیم به خاطر اتفاقی که شما رقم زدید. اما ما این کارو نکنیم، همینی که تو میگی، ما این کارو نکنیم که هم مسبب یک اتفاق بد بشیم و هم اینکه سرزنش کنیم، کمک کنیم. همینی که میگی تو الان به نفر بعدی کمک کردی، قطعا نفر چون ببین هر کسی که باهاش صحبت میکنی همیشه اون اتفاقای خوب که یه نفر یه جایی کمکش کرده یادش میمونه. بعد که میخواد به یکی دیگه کمک کنه میگه چرا باید به این کمک کنم، یادش میفته یکی هم بهش کمک کرده. و این فکر میکنم اصلا همینجوری که این روح دوستی، هم نوع دوستی توی جامعه میاد. بچه ما 7 دقیقه وقت داریم، دوستان اگه صحبت پایانی بشه. والا صحبت نیستش. خوشحال شدم از اینکه اولا که شما رو دیدم، امیرحسین رو بعد از سالها دیدم آره. و عرفان و پویانم برای اولین بار دیدمتون. خیلی خوشبختم واقعا از دیدارتون و بحث خیلی خوبی بود، خیلی فکر قشنگی بودش امیرحسین که این گفتگو گروهی رو گذاشتی. فکر آقا پویان و عرفان بود البته اولش، که هر ستاتون عالی بودش که به جای اینکه بخوایم بشینیم با هم تکست بدیم و با دیلی به هم جواب بدیم یه گفتگو اینجوری بذاریم. امیدوارم که باز ادامه دار بکنه، باشه، ادامه دار باشه ایشالله و بتونیم استفاده بکنیم. منم خیلی خوشحال شدم. همون حرف آخر فقط همون سی که خودت هم یه جمع‌بندی کردی، بس همون فقط همدیگه رو تو جای همون جای همدیگه بذاریم و یکم همو درک کنیم، شاید بتونیم با هم مهربون‌تر رفتار کنیم. راهی جز این فکر کنم در حال حاضر دیگه نداریم فعلا. خیلی هم خوشحال شدم همتون رو دیدم. الیاس بار اول، پویانو که آره، امیرحسین خیلی وقت بود درست ندیده بودم. خیلی یاد گرفتیم، لذت بردیم. ما هم همینطور. خیلی عالی بود. به هر کسی هم که این پادکست رو گوش میده، این جلسات ادامه دار خواهد بود و حالا لینکش و قسمت بعدی و اسمش رو همه رو توی پادکست کانالمون میذاریم و شما میتونید ببینید. بچه ها خیلی خوشحال شدم و همگی تا جلسه بعدی. خدا نگهدار. خدا نگهدار. خداحافظ.